بازم هیچ نگو گریه میکرد و میدانستم که چه میکشم به خدا میفهمم از مادرم ولی من هم خستم من هم جانم به لبم رسیده به خدا بس که زدم تو بیسترم مردم دوست داری بخندم دوست داری شاد باشم دوست داری آزاد باشم من بگذار برم ساعت 6 صبح دیدم کاسه آبش را آماده کرده تا پشت سرم باشم پرهایی که چشمانش نشان میداد تا صبح با من بیدار بوده بغلش میکنم بویش میکنم بارها میبوسمش و از من قول میگیرد که مراقب خودم باشم و من میروم تا میهنم آزاد باشم قرار از ساعت 6:20 همه خانه یکی از بچه ها باشیم و همه آقایی برویم با میده میدیم به با میده آزادیه